بچه میفهمیدین در نیمه زیبای سولو لولینگ جینو چند نفر را کشت؟ بیا که برات بگویم. در فصل اول قسمت اول در 134 سطح جینو در یک سختی دانست یک گابلین را بکشه، اما خودش هم زخمی شد. به خاطر همین ناخ که او را یک شکارچی سطح ای نمیگن. دیگه در قسمت سوم که خود جینو داخل 134 شبیه سازی شده بود، اول گابلین ها بعد قسمت چهارم گرگ های به نام لیکون بود را کشت و یک شادی به نام بریکا سایه گرگ رازان و بعضی که از زینه پایین رفت همراه ماری کاسکو جنگ کرده و در یک سختی دانست که او را هم بکشند. و آخرم که یک گولیم را همراه شمشیر میده خود زد و دیگر را او را کشت. در قسمت ششم هم که یک عنکبوت خلاصای زهری را زد و ناکار کرد و تیم لیزرد که خیانت کرده بود را هم دانه دانه کشت بدون کدام رحم و یک استایل خاص. در قسمت هفتم که سربروس را در یک گوی در گویی کشت و خودش هم زیاد زخمی شده بود. قسمت نهم هم که کانگ تاهیشیک را کشت و قدرت مخفی شدن را به خود گرفت. در قسمت دهم جینو در چند تا سیاهچال رفت و آنها را پاک سازی کرد و هم به آسانی. در قسمت 11 همراه شوالیه زیره‌ای، قاتل، جادوگر و تیرانداز جنگ کرده و آنها را از بین برد. و رسیدیم با ایگریس، یکی از خطرترین، قوی‌ترین و استایلی ترین ویلن سولو لولینگ در فصل اول که نفس جینو را کشیده بود که همراهش جنگ کرد. اما آخرم بازم که جینو کاراکتر اصلی ما است و باید ایگریس را شکست میداد. و رسیدیم به قسمت آخر که داداش ما جینو همراه چند تا سنتیپید یا همون هزار پای خود ما جنگ کرد به خاطر که مأموریت روزانه خود را تکمیل نکرده بود و اونا را شکست داد. بعد از شوالیه ها و جادوگرها را از بین برد، اما از اونا یک غول سنگی درست شد و خودت که میفهمید ما در باره جینو گپ میزنیم. به خاطر همین چند ضربه اونا را از بین برد و همه چیز را تمام کرد و آخر هم جینو و ایگریس را تبدیل به سایه خود کرد. این بود از فصل اول. بیا که بریم با فصل بعدی یا فصل دوم. فصل دوم بسیار خطرناک و جالب بود به خاطر که کشتن جینو در این فصل زیاد بود، از الف یخی گرفته تا پادشاهی مورچه. بیا که برات بگویم. به قسمت اول جینو چند تا از خرسای یخی را کشت و ایگریس هم که سر خرس یخی را به خاطر جینو زد و به خاطر از او یک تشویق هم از طرف جینو شد. در قسمت دوم ایگریس بعد از جینو کیمچور را کشت و جینو را به سایه خود تبدیل کرد و نامش را آیرن ماند. بعد از او چند الف و رئیس الفا و باروکا را به یک سختی و در حالت مخفی خود چاقو زد و آیرن هم چکش را گرفته و او را لش کرد و کشت. در قسمت 3 جینو چند صد یا چند هزار هیولا را کشت و مجوز ورود به طبقه‌های دیگر را گرفت و سر راه خود همراه تانگ هر چی هیولا بود را از بین برد. سیستم به جینو یک مأموریت داد که باید 10,000 شیطان را باید بکشه و همه قسم کشته پیش ولکان تمکار رسید. ولکان تمکار جینو را زیر فشار قرار داد، اما بازم که جینو بچه فیلم ما هست به خاطر امو او را زیر یک بیلدینگ برده و زد و ناکار کرد. و بعد از ولکان تمکار نوبت میتوس رسید که او را هم با یک ضربه از بین برد. در قسمت پنجم جینو همراه یک گروه داخل یک سیاهچال سطح ایش شد و از حالت مخفی سازی خود استفاده کرد تا چند تا اورک را از بین ببره تا دیگران را از جنجال خلاص کنه. و بعد از او در قسمت ششم همه سایه‌های جینو و اورک ها را و 4 اورک ارشد را میکشتن. یکیش را که خود جینو کشت و دیگه سایه جینو و حتی گرگارگون را هم کشت جینو، اما تو آسان. بریم به طرف قسمت دیگر. در قسمت هفتم یک غول شاخدار به طرف جینو می آمد، اما جینو که از کشتن خسته شده بود کیبا را صدا کرد و یک گوی جادویی را به او داد. کیبا هم که از بیعقل تر بود زد بیچاره را ناکار کرد. اقصر ناکار کرد، فقط 2 تا از او مانده بود. جینو هم که کلا حیران ماند و در آخر هم که چند تا از شوالیه های رادیو را کشت و به یکش رحم کرد که یک دختر الفی مقبول بود. قسمت 8 که یکی از جالبترین قسمتش است و جز از قسمت 12. در این قسمت جینو و سایه هایش همراه هیولاهای باران جنگ را شروع میکنه. سایه هایش که هیولاهای پایین را از بین میبرد و خود جینو همسر کایسر را قطع کرد و همراه باران یک جنگ سخت را شروع کرد و تقریبا که باخته بود، اما ایسیل به او کمک کرده و جینو را نجات داد. جینو خر هم که هیچ چیز را کم نماند و یک مشت زد که آسمان را صاف کرد. ای جان. حالی در قسمت 9، 10 و 11 جینو قرار خانه خواب بود و هیچ کاری نکرد، اما باید از این قدر خواب باید کمی اکشن کنه نه؟ بخاطر همین در قسمت 12 جینو به سایه‌های خود دستور داد که مورچه ها را از بین ببره و خود جنگ همراه پادشاهی مورچه را شروع کرد. زدن زیاد بود، ای از این سو میزد و او از او سو، اما آخر که بچه این فیلم ما جینو پادشاهی مورچه را قطع کرد
که پادشاه مورچه مجبور شد که فرار کنه و آخر هم که جینو با یک استایل خاص پادشاه مورچه را کشت و به سایه خود تبدیل کرد، یعنی ارباب بیرون. و قسمت آخر یعنی 13 بعد از اینکه پادشاه مورچه را کشت و با سایه خود تبدیل کرد، تمام مورچه های باقی مانده را از بین برد و به لول 100 رسید. و در آخر وقتی که داخل یک سیاهچال آبی شد، سیاهچال باز هم رنگش تغییر کرد. این قسم معلوم میشه که همه سیاهچال ها همراه جینو جنگ داره و همیشه رنگش تغییر میکنه. اما خیر، بازم بچه فیلم ما تمام سایه خود را ازدار کرد و همه هیولاهای بیچاره را کشت و یک گپ جالب زد به طرف ویدیویی بعدی. اگر از این لحظگی و دیوانگی ها خوش آمد، یک لایک و سابسکرایب کن که دیوانگی های دیگه هم در راه است. بای بای، تاتا.